از شهر اسفاره در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من زیاد از 80 نفر داوطلبان از روی 5 نامیناسیون قوه خود را سنجیدند. سن و سال اشتراکچیان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من از 12 تا 35 ساله را فراگیر بود. در بینای قصر فرهنگ شهر هنرمندان جوان نمونه‌های هنر و ایجاد خود را به نمایش گذاشته بودند. موضوع نمونه‌های هنرهای داوطلبان به وصف مادر وطن تاجیکستان، ارزش‌های ملی، طبیعت زیبای تاجیکستان و تاریخ و تمدن بای و غنی ملت تاجیک بخشیده شده بود. سال دوم است که من در این آزمون اشتراک میکنم. یکمین سال من در این آزمون اشتراک کرده تا جمهوری را خط گرفتم. امسال تصمیم گرفتم که باز به این آزمون اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردم. در تالار قصر فرهنگ باشد اعضایان حکمان به مهارت و ملکه نوازندگی و سرایندگی اشتراکچیان آزمون بهاگذاری کردند. اشتراک در چنین آزمون با نفوذ که طی 7 سال مخصوص با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کشورمان برگزار کرده می شود برای هواداران صنعت و موسیقی و هنرهای دستی زمینه خواهد گشت برای رشد من بعده آنها در جاده فعالیت. این البته زنده کردن صنعت یگان است. پاس خاطر نگاه داشتن آن صنعت ناتکرار عالم شمولی تاجیک است. باوری کامل دارم که آزمونی که در شهر اسفاره گذشته ایستاده است و باز چقدر شاگردان عزیز از این اولا آزمون راه بلند میشوند، دل میبندند و چقدر راه خط گرفتن برای باز دوام دادن، باز مهارت خود را نشان دادن در ولایت و در جمهوری. در آخر غالبان معین گردیده به دور ولایتی راه خط گرفتند. در دیگر شهر و نواحی ولایت نیز آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من ادامه دارد. مهیا شریفه و بزرگمیر شامالیکوف، اخبار.